بچه فکر کنم از روی اون تایتلی که گذاشته بودم متوجه بشین که دیگه چی بود و چی هست. اون ویدیویی که قرار ما بگیریم ویدیو در مورد اینه که آقا ما قراره یه ورسی من حالا قرار بنویسم تو مینی چت و فلان اینا. خب میدونین که رپ بتل یه چیز غیر حضوریه و خیلی چیز بداهه‌ایه، ولی ما چون رپر نیستیم حالا سعی میکنیم مثلا بهتر انجامش بدیم یا بهتر انجام ندیم، بهتر از بقیه آدما که رپر نیستن کار رو انجام بدیم. یه جوری رپ بتل آنلاینه. خب اگه بخوای اینجوری حساب کنیم. خب حالا دیگه خوش اومدین به این ویدیو. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب کنید. بعد لایک و سابسکرایب شیر کنید دیگه، بلدین دیگه، خودتون قربونتون بشم. و اینکه خیلی ممنونم ویدیو رو نگاه میکنین. بریم سراغ ویدیو. سلام. درست به نظرم به قیافت میخواد خیلی رپ گوش بدی. آره چه کنی؟ به نظر اگه من بهت یه بیت بدم میتونی با اون بیت یک ورس 4 خطه بهم تحویل بدی. چجوری؟ نگاه من این بیت رو بهت میدم، سعی کن هماهنگ با این بیت بگیر بخونی. نمیتونم 4 دقیقه بهت وقت میدم. صدام قشنگ نیست. آقا مگه رپ صدا باید قشنگ باشه؟ مگه به هایده بخونی؟ آره صدام خوب نیست. عیب نداره آقا، من اوکی. اوکی بذارم یه لحظه گوش کن، اصلا شاید دوست داشتی. وای نکنم بتونم. بیا میتونی بخوری. نمیتونم. میخوای من بخونم ها؟ یخت باز شه. آره بخون ما بگوشیم. اوکی. بعد نمره بدی. اوکیه؟ نمره میدم. اوکی. بچه تو رو چه بستم آقاهای مشهد ببینم ترجمه میکنم تیکه چون به همه تیک یاد منو دت دارم. بابام بهم میگه حالت تیک دارم، منم بهم میگه حالت سیشتیر دارم، ولی نمیدونم من 20 سال آخه میکنم تو دهنم آخه دشمنام. چی شده مگه روبیکا آپدیت داده؟ آخه همه بچه سارا چقدر فاز سورونا دارن. آره اینجا بیت سنگینم. آره مشهد میام اصلا شعله مخورم بالی و بیا گوش دستن گردن پسر تو هم برو با این سیسی که گرفتی برو تو پارک ملت برو. بیا شما رو نه ها رفیق دیگه. دمت چکرم. عالی بود. از یک پدر چند میدی؟ جا از یک پدر چند میدی؟ داش بمونه 100. قربونه نوکرم. بذارم تو کانالم. بذار نگاه کارانم میخوای بهت بگم چیه؟ بگو. ادساین ارسلان قلیپور، همینو بزنی من میام. درست. اوکی؟ چی بود یه بار دیگه بگو. ادساین اون ای هستش دورش دایره داره. ادساین درسته. ارسلان قلیپور خب به انگلیسی. آها درسته. دست در نکنه. ممنونم. خداحافظ. قربونت. شاکرم. مرسی. سلام خوبی؟ به نظرت اگه بهت یه بیت بدم میتونی روش 4 خط ورس بهم تحویل بدی؟ واقعا
منظورت چیه؟ یعنی چجوری؟ نگاه من بهت مثلا اینو میدم نگاه. بعد سعی کن هماهنگ با این حالا یه چیزی بخونی یا یه چیزی الان آماده کن با این بخونی. فکر نکنم بتونم. میخوای من بخونم؟ بخون. نگاه با شما نیستم با یه رفیق دیگه بعضی دو جو کلا بی احترامی داره. اوکی برو. بچه تو رو چه بستن آقاهای مشهد بگیرم میکنم اصلا تیکه تیکه چون به همه تیکات من عادت دارم. منم به میگه حالت تیک تیک دارم. بابام به میگه حالت سیشتیر دارم ولی نمیدونم حتی من بیسان دارم میکنم اصلا تیکه تیکه. یا چی شده مگه روبیکا آپدیت داده این همه چهار که ساعت بگرفتم پازم تو ناره. یا شدیم مثلا شعله مخورم پشت گردن. آره پسر تو هم گرفتی از من تو رو میکنن اصلا. یا مدر hello how are you hello Assalamu alaikum. salam alaikum you're Muslim. Yeah, man. I'm not Muslim. Okay Zambia yeah your country. Yeah, man. You know rap. Oh, my friend wants to say hi. You know you want to listen to my rap my music. تر زدم تو دهنت. سلام چه سکوت. اه، من اوکی یه چیزی ازت بپرسم تا حالا رپ گوش دادی دیگه درسته؟ خب حالا من میخوام یه رپی بخونم حالا با شما هم نیستم خب وای بس میخوام از 1 تا 10 بهم نمره بدی. اوکیه؟ خب بعد بزنم بیتو بذارم. بچه تو رو چی اصلا به یکی از آقای مشهد میگیرم میکنم تیکه تیکه چون من و همه تیکات عادت دارم. با به میگه حالا تیک تیک دارم ولی مامانم به میگه حالا سیشتیر دارم ولی نمیدونم من تو داریم خستگی دارم. چی شده بچه هایی که تو میخوردن الان استاپ هستن. تو مگه رو بیتکایت داده آخه هر جا که آیلان تایلت داده پرمارت هیت آخه دستش میکنه میگه بابا آره مشهد میام اصلا شعله مخورم با لوبیا و گوشت اصلا گردن. تو هم با این سیسی که گرفتی از من تو رو یه 3-4 باری اصلا. آقا چرا برای رد میکنین؟ آقا چرا برای رد میکنین؟ آقا ما رو رد نکن. نت ضعیفه نت ضعیفه. وای آقا ما سانسور کردم سلام بلش کن دیگه یکی دیگه میگیریم سلام آجا خانو چی چیکار برو آقا ما چی بیمونست دیگه به دوربین ده بچه فرانسه بچه ایران
سلام ماشاءالله دوقلو هم هستیم نه دوقلو نیستیم نرمال چون آقا به خدا ما بد قیافه نیستم ما قیافه سلام سلام علیکم، حال شما خوبه؟ قربان کجا هستی وطندار؟ مشهد قربان دارم جیان دم جگرت دم جگرت نفهمم چی میگی واقعیه نه بایی چرا بفهمم بعضی حرفاته ولی اوه چه حاجبا کریتوس بنده خدا الان اون مزنه دند صاف میکنه رو پشت سر تو چیکار میکنه؟ الان دند صاف میکنه یک جوری بزن عرف مف نه ما اون مرگه تازه از باشگاه آمده. خب مگم دیگه و الان گرمم هست منتظر یکی پشت بده اشکال نداره ما نمیترسیم. خب ماشاءالله بچین درسی هستن شما عشقی داداش عشقی. قربانه فکرم خدا کجای مش ببخشید واقعا اگه ویدیو میبینی ببخشید من فکر کنم حرفت تموم شد سلام اینا صد میخوان خود بیاد پیششون دیگه او ویدیو گرفت سلام خوبی ما یه ویدیو گرفتیم قبل این خیلی هم خفن شده بود ولی الله صدا مشکل داره یه الان دارم دوباره میگیرم خب سلام دیوانه شدم خب یکی دیگه بگیریم بخونیم تمام شه بره الله سلام سلام عزیزم قربانه بفرما چکریم میگم که تا حالا رپ که گوش دادین درسته؟ چی میگی؟ تا حالا رپ گوش دادی؟ رپ
مرسی. نه واقعا فیس ناز گوگلی دماغ سربالا. آره دیگه دماغ سربالا مگه نه؟ ایول دماغ عروسک. نگاه کن من حالا نمیگم رپرم خب ولی یه بیت آماده کردم با یه ورس. من جامعه نکردم دانلود کردم ولی ورس خودم نوشتم. میخوام از 1 تا 10 بهم نمره بدی. بخونم؟ خب بگو. بچه تو رو چه برسن آقا یه مشهد میخوام بکنم آخه تیکه تیکه چون به همه تیکه ها داد دارم. مامانم میگه حالت تیک تیک دارم ولی بابام بهم میگه حالت شیر دارم ولی نمیدونه من 20 آخه سیر دارم. سیر چی شده روبیکا مگه آپدیت داده همه بچه سالون شده دارن تو عاشق سورنا که همه رو دیس میکنه. فهم بابا یا آره مشهدی هم اصلا شعله مخورون با لوبیا و گوشت اصلا آره گردن او پسرم که یک سیسی گرفته حتما اونو با گوشت کوب. یو نظرت چی بود در موردش؟ از 1 تا 10 خیلی عالی. مرسی. از 1 تا 10 یکی بگو. داده. ده. دست درد نکنه. ده. قربانت کار نداری خدا. هی راستی ادساین ارسلان قلیپور رو یاد بزن تو یوتیوب برات بیاره فیلم تو. ادساین ارسلان قلیپور اوکی